آدمانی که به این مسافربر وارد می شوند نمی دانند که به یک حادثه غیر مقرری دچار می آیند. از آنها راهگیران نمی گیرند. آقای ما نکستون به پول روز جمعه امروز اقدام یک دعوت آقای خوجا مراد حلیموف با ماشین شخصیش در دوشنبه در خطسیر رقمی 8 کار می کند. هر روز جمعه که برای مسلمانان روز مقدس است، به خاطر ثواب مسافران را رایگان به منزل می رساند. روزای جمعه گفتم یک به گذشتگان زکات ماشین یگان گناه کرده هستم، یگان حق یگان کس خودک باشم، خیلی هیچ نباشه. یگان آدم میفرماد دست میگفت که بر پدر به گذشتگان رحمت گوید همه کفایه. خوجا مراد میگوید هنگام مهاجرت کاری در روسیه همین گونه رفتاری هم مذهبانش را در روزهای مقدس و فارغبالی هموطنانش را دیده ناموسش می آمد. خود به خود سوال دادم چوب خلق ما هم کار نمیکند، چوب ما هم کار را مثلا قیمت میکنیم، دو روز سه روز ماندن ایده فایده میبیاریم برای مثلا صدقه کردن، خیر صدقه احسان کردن، ما همش با تماما دیگرگون میکنیم، با فایده خود ما میکنیم، احسان نمیکنیم. محیط خانواده ای را که خوجا مراد تربیت دیده است نمیتوان مذهبی گفت، اما خودش از جمله آن اعتقادمندان است که میگوید میخواهد ایمانش با عملش مطابق باشد. با خود همین که قرار دادم که من حتما تاجیکستان روم، صاحب ماشین شوم، اگر و یگان دکان دا کار کنم یا یگان چی کار کنم که مثال فایده بیارم، من احسان میکنم. خوجا مراد از ناحیه وحدت است و بعد از کار به خانه میشتابد. عائله‌اش از 6 نفر عبارتند. دلبر و خوجا مراد 21 سال پیش ازدواج کردند. با گفته همسرش خوجا مراد همیشه اخلاقی نیک داشت. در زندگی مردک خوب، پدر مهربان. خیرخواهی خوجا مراد برای اهل عائله‌اش یک عمل واجب و معمولی است و برایشان عجابت ندارد. ما حیرانیم، هیچ که باور میکرد اکا بی پول میکنه، ایوستی میفتیم ها بی پول، هیچ که باور نمیکنه. انگیزه این نکوکاریش را پیوندان و همسایه ها به تقواداریش ربط می دهند. همسایه ها می گویند خوجا مراد ثروتمند نیست، اما با این وجود کمکش به همه نزدیکان می رسد. اینا ما گفتیم اینجا سنگ میریزیم، ما یگون تین دادگی نیستیم، خودش وری خمی سنگ پنگه خیلی مردک خوبه، اینا بتونه اگر ما را یارده میکنه. آدمی خیرخواه شده، بیاد خیرخواه، چون که در مدتی که دارم خیلی زندگی می بدول روسیه میرم میومد، ماشین گرفت نه 10-12 سال شد در دوشنبه ده مارشروتکا کار میکنم. حلیموف برای انجام کار خیر هر روز جمعه 50 لیتر سالرکا جدا میکند. این مصرف یک روزه ماشینش است و تا $20 آمریکایی را تشکیل میدهد. از ساعت 6 صبح تا 8 بیگاه مسافر میکشد. راهگیران نگرفتن خوجا مراد میزاجان را حیران میکند یا شوخی میپندارند و این زمان کسانی هستند که با ناباوری به او مینگرند. بول میشه که تو من مشکل میشینم که یا سامان نگرفتن زپرایز تشکری میکنیم شونه روز جمعه. اقدام نیک یا یک روزی مسافربری رایگان اعلان کردن این راننده در حالی است که در این اواخر در دوشنبه بحث و مناقشه راننده های مسافربر با مسافران برای راهگیرا بسیار زیاد است و قریب هر روز کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از مناسبت دغل راننده ها شکایت می کنند. خوجا مراد می گوید او هم یک زندگی عادی دارد و منبع اصلی درآمدش مسافربری است، اما با آنکه یک روز خود را پوره به مردم می بخشد می گوید نادار نخواهد شد.